تصور کنید سازمانی که قرار بود از انقلاب محافظت کنه، به یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیت جهانی تبدیل شده. امروز می‌خوایم درباره تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا در مورد سپاه پاسداران صحبت کنیم. خب این تصمیم بعد از چندین سال بررسی و مطالعه گرفته شده. میشه بگی دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اتحادیه اروپا با اجماع 27 کشور عضو سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم بعد از حدود 47 سال از تأسیس این نهاد گرفته شده. و این تصمیم چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ اول از همه تمام دارایی‌های مرتبط با سپاه در اروپا مسدود میشه. علاوه بر این، محدودیت‌های سفر برای افراد مرتبط با این نهاد اعمال میشه. اما مهمتر از همه، پیام سیاسی قوی که این تصمیم به جامعه جهانی میده. و البته این اولین بار نیست که چنین تصمیمی گرفته میشه. درسته؟ دقیقاً. قبلا کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و حتی برخی کشورهای منطقه مثل عربستان و بحرین هم اقدامات مشابهی انجام داده بودند. ولی تصمیم اتحادیه اروپا به خاطر گستردگی و اهمیت اقتصادی این اتحادیه تأثیر بیشتری داره. میشه درباره سابقه فعالیت‌های سپاه که منجر به این تصمیم شده بیشتر توضیح بدی؟ البته ببینید، سپاه در طول این سالها نه تنها در سرکوب اعتراضات داخلی نقش داشته، بلکه در خارج از مرزها هم فعال بوده. مثلا در کردستان، محاصره 24 روزه سنندج و حوادث تلخ دیگه‌ای رخ داده که هنوز هم تأثیراتش باقی مونده. و در خارج از مرزها چطور؟ در خارج از مرزها، سپاه از طریق شاخه برون مرزی خودش یعنی سپاه قدس در کشورهای مختلف فعالیت داشته. حمایت از گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه باعث آوارگی میلیون‌ها نفر شده. پس میشه گفت این تصمیم میتونه نقطه عطفی در مبارزه با تروریسم باشه؟ دقیقاً. و نکته مهم اینه که این تصمیم فقط جنبه نظامی نداره. سپاه در اقتصاد ایران هم نفوذ گسترده‌ای داره و کنترل بخشای مهمی از اقتصاد کشور رو در دست داره. پس این تحریم‌ها میتونه تأثیرات گسترده‌تری داشته باشه. و این تأثیرات اقتصادی چطور میتونه روی فعالیت‌های سپاه اثر بذاره؟ خب وقتی منابع مالی محدود بشه، توانایی سپاه برای انجام عملیات‌های برون مرزی و حمایت از گروه‌های مختلف کاهش پیدا می‌کنه. این میتونه به کاهش تنش در منطقه کمک کنه. و شاید این تصمیم بتونه امیدی برای قربانیان خشونت‌های گذشته باشه. بله، دقیقاً. این تصمیم نشون میده که جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر بی‌تفاوت نیست. شاید روزی برسه که آمران و عاملان این جنایت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشن. پس میشه گفت این تصمیم هرچند دیر ولی قدمی مهم در جهت عدالت و صلح در منطقه است. بله، و امیدواریم این تصمیم بتونه الگویی برای سایر سازمان‌های بین‌المللی باشه که در مقابل نقض حقوق بشر موضع قاطع‌تری بگیره.